برای شما فقط یک وزمایی می شود. شما ایستید. هاپا نشد. هنرنماییشان آغاز کنم. به هر دو اقبال و ابرو انا همین ترتیب. شوجایزه 200 سومانی دیگر مکافاتش جمع شد. سامان مهمان ارجمندی ناحیه مومن‌آباد هم این گفته ها رو تقویت می‌دهد. تشکر. احسن به همه شما مخلصان عزیز که امروز تشریفتان باعث سرفرازی ماست و میدان هم خیلی جالبیت دیگر رو پیدا کرد. پیران برنادینی ناحیه ضرور است. قاسم چوپانوف استاد ورزیده ما، نفران دیگر هم در این زمینه و با پهلوانانی که امروز به ناحیه شمس‌الدین شاهین آمدند ظفر و کامیابی آرزومندیم. امینجان نسیم بگذار میدانهای دیگر هم چنین تشبسکاری ها را نشان دهد. روز 27 برای به دست آوردن جام پایتخت که در دایره چهاربینی های روز پایتخت برگزار کرده می شوند، مسابقه گشتین ملی با شرکت پهلوانان شهرت یاری کشور برگزار می شود. دو شاهجایزه پهلوانان وزن 80 و جمع 80 را در نظر است و روز 28 اپریل در جماعت دهات کنگرت ناحیه تیمورملک تنتنه با شکوه عید گشتین ملی است. بعدا روز 1 می سبقت های آخرین پهلوانان در ناحیه آوازدار یاوان برگزار می گردد و اکنون اطلاع یک جهت به امینجان نسیم کامیابی آرزومندیم. در همین مسابقه ها به شما هم ظفر و این استافته را با موفقانه ادامه دهید. راه سفید و بخت و اقبال بلند. سلامت باشید که تشریف آوردید. بار دیگر سپاس گذارم برای هنرنمایی جالبتون. کلاها عوض شد. مخلصان بختیار شمس 200 سومانی دیگر بالای اون مکافات جمع کردند. بجز شاه جایزه 400 سومانی دیگر که ارزشی الکه یک گوسفند را هم دارد در بالای مکافات جمع شد. به هر دو بخت و اقبال. یک که معین و لطفالله کسی شما برادر اندکی دیگر پهلوانان قابلیتناک هم معین و هم لطفالله
دستی شما درد را نبیند. دو تن پهلوان جوان و مدعیان برای شاهجایزه امروزه قدم ناصر قادیرویچ بازاروف را به سرزمینی همیشه بهاری شمس‌الدین شاهین با این دیاری زرخیزی که خودزاده همین دیار است خیر مقدم میگوییم. سلامت باشد. امروز هم در تربیه نسل نورس و جوان در رشد نمادهای گوشتین خدمت این ابرمرد خیلی بزرگ است. سپاس و تشکر. اطلاع نیست از جداکاران ما. الان نه مسابقات با نفوذ میان پهلوانان کشورهای آرزومندیم. بختیار شمس آیت الله قمر برای شاهجایزه دوم الان رقابت دارند. ذاکر رحمان یک لحظه متنتن موسیقی اوفری انا همین ترتیبه که تنتنه گوشتینی ناحیه شمس‌الدین شاهین را باری دیگر اثبات می سازد. شما دور گردید. اسرائیل پهلوان ناحیه شمس‌الدین شاهین، ناصر ناحیه همدانی یک مکافات سزاواره که برایشان بین میدان گوشتین گیرین. هر دو شما پهلوان ناحیه رودکی کجا شد؟ بسیار خدمت هنر در زنده بود. در میدان امروزه با خیلی ورزشگران شهرتیاری منطقه کولوب ظفر یافتید. سعید از ناحیه مومین آباد، جماعت دهات توتا، مکتب مزراب شایوف، شهامتش ناصر بازاروف، باز هم سطح کسبی و سیقل مهارت و هنرش خیلی بالا است. بحریدین را دیدی پاچرکی سیریدین اکراموف، تشکر زیاد. سلاله باقیوف ها، نعمتوف ها، رحمانوف ها، هم ابوبکر و هم حاجی مشرب و چندین نفران دیگر. این همان عنعنه پهلوانان ناحیه رودکی است و این ورزشگر هم امروز میدان ما را خیلی زینت بخشید. تشکر با همه پهلوانان ناحیه رودکی که ابتدا از ابوبکر و حاجی مشرب و 4 تن دیگر که در وزنهای میانه هنرنمایی کردند. سلامت باشید. یک فرصت پیدا گردید. عبدالله سعید و بحردین به میدان می آیند. یک چوری سرکه توفه هر دو پهلوان سعید و بحردین. تشکر با جوانان برمند، با صاحب کاران انفرادی ناحیه آوازدارین شمس‌الدین شاهین.
даъвогарони шоҳҷоиза мусовӣ дар ягон майдон ба назар гирифта намешавад дар гӯштини миллӣ. На танҳо дар шоҳҷоиза, балки дар дилхоҳ сабқатҳое ки паҳлавонон ба майдон меоянд. аз ин хотир каме ҷиддитар бошед. рафти қуввозмоиро ҳам метавонед тезонед. ҳар чӣ мехоҳед ба хотири ба тахтапуш афтонидани ҳариф кунед, вагарна паҳлӯ ва натиҷаҳои дигар албатта бекор хоҳанд шуд. ба опа хеле ҳам тартиби пешпо додан хеле ҳам табъидил. ташаккур ба исроил, ташаккур ба паҳлавони ноҳияи ҳамадонӣ. лутфулло омадед шумо то давргарди инҳоро як назаре кунед. болои мебелни гарнитуре ки ҳарду инода буд, боз ҳам як антеннаи параболӣ зам шуд. ناصر شما چی شد کارینو؟ لطفاً اینجا گیرید. داور ندارید شما. یک نفر باید هنرنمایی میکردم. داورگردی شما هم به سبب نیست. اسرائیل و ناصر دور گردن باز دوی دیگری ناگیرن. ناظم همین ترتیب درست‌تر کنید و هم به کار نمیمانند، هم اینا نفسشان آزادتر میشود. لیکن بسیاری بد نیست. تا با معین کردن نفر دویم در شاهجایزه میدانی امروزه ناحیه شمس‌الدین شاهین، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، صاحبکاران انفرادی که امروز برای ما این چاره‌بینی رو تشکیل کردند، من از نام همه مخلصان، از نام کل علاقه‌مندان و مربیان صاحب تجربه کشور که اینجا تشریف دارند، از نام پهلوانان شهرتیار ناحیه تیمور ملک و خاولینگ و رودکی عرض سپاس و تشکر میکنم که امروز هم توجه به عنعنه‌های سنتی بیشتر است و این واسطه است که باز هم گوشتین ملی ما تبلیغ گردد و در سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی این هم یک رکن اساسی است که
حاجی مشرب رحمانوف که امروز با زور بازو و قوه و قدرت نوروش در میدان ناحیه شمس‌الدین شاهین خیلی خوب درخشید. بار دیگر شما رو هم خیر مقدم میگیم. تشکر. و دو جفت دیگر، دو جفت سزاوار را ما هم معرفی کردیم. اینها سعید و پهلوان بحرالدین ناحیه رودکیان و سعید حامید و پهلوان باز هم وزن میانه ناحیه رودکی. نامش کی؟ اسفندیار. تشکر. نه که این موینجان این با چی احترام حریف یگان علاقمندی ندارد. آدم چهل ترتیب. شما گمان نکنید که این گوشتی فقط زورآزمایی است و زوری بازو. همه عملهای شما در مد نظر اول خود مخلصان قرار دارد. از این خاطر باید احترام را هرگز فراموش نکنید. کریم صبورов را ما در میدانهای گوشتین سالهای 85 تا 90 دیده بودیم. چنین پهلوانان شهرتیار در مناطق ناحیه شمس‌الدین شاهین خیلی زیادند. ما هم تشکر به کریم که امروز محبت گوشتین را البته در مد اول میگذارند و از ابتدا تا به خاتمه سبقت ها میدانداری امروزه را تماشا دارند. و اکای برات میر مهدوکین، اکای عبیدالله، یتیم پهلوان، طلب، رستم و چندین نفران دیگر که طی سالیان دراز با هنرنمایی جالبشان استعدادشان پسند مخلصان بود. تشکر به آیت الله، تشکر به بختیار شمس، تشکر به این جفته که در کلیم اول رقابت دارند، اسرائیل و ناصر. در مرحله اول یک گل دخترک که خیلی شباهت به قدمشو داشت، چنین هم بود فرزندی اون کس قدمشو و نظرشو مرحوم برادری عزیزی ما که خیلی هم در رشد گوشتین ملی ناحیه و همچنین میدانداری مسابقه های مختلف هم خدمتشان شایان و نمونه افتخاری نسل امروز است. روانشان شاد باشد. و قدمشو میدان های گوشتین ما را هم در چندین مسابقه ها زینت و زیب داده بودند. در برگزاری این مسابقات در شاهجایزه اولینی که با هم دیدیم، اینجا سهمی یکی از صاحبکاران، یکی از افراد ورزش دوست که خدمتشان در برگزاری این مسابقات هم شایسته تحسین شاهیان یوسف است که ما با چنین مردان، با چنین انسان‌هایی که بیشتر تشکل طرز حیات سالم را سرمشق کار خود می‌دانند، برای آبرو و شان و شان دیار همیشه کمر همت ببندند. عرضی سپاس و تشکر می‌نماییم برای آن همین اقدام شاهجایزه اول. موسیقی جالبی اوفری به افتخاری آن همین دستگیری به میلان شاهیان یوسف. محبت را، احترام را، دوستی را، رفاقت را، جوانمردی را، فروتنی را و در مجموع همه خصلت‌های عجیب و غرایب انسانی را تجسم می‌کند. رکلام نیا پاوزا.
پهلوانی موفق سردار مکافاتی که 2000 تومانی را در بر بگیرد. از هم باور خواهش میکنیم نفری مکافاتی. تخ پاسپورت هم بده. تخ پاسپورت هم بده. تشکر برای تکیتی پهلوانی موفقی ناحیه کنکری شاهین که رفیق مایور همه برادرها را جاشون را زودتر کنید. همه پهلو را هم شقفوتر برید. ما همون اسفندیار را با که یک جفت دیگر داریم در میدان امروزه. که سید و بحردین کمتر جدی‌تر گوش نگیرید هر دو شما. لطفالله میدان ماند اینجا. نازیم کجا شد؟ اونا یک دور گردن باز لطفالله گوش نگیرید با کی؟ با شاهین یک خلاصه در برای یک جفتی دیگر معین کنیم یا این ترتیب یا اون طرز. گیرید سعید باردین جدی‌تر گوشتین گیرید. نشد لطفاً نشد. ناصر دست یا کنین شما سایهامی نزدیک تر بیا. نشد جوابای هر دونا نتیجه نداد. نازیم دست بیشاری کنن دست یا کنین گیرن. تمام تشکر گیرد شما هم هر دو خیل. نشد همه شما را نگه دارد. اسفندیار ناحیه رودکی، سیحامد ناحیه حمدانی که بابا جان توفه هر دو اینا را معین کردی.
تشکر سلامت باشید چی شد ترتیب کارینو تشکر به هر دوش اسفندیار ناحیه رودکی و دور با اینو گیرم هر دونا چی شد تقدیر شد اسرائیل کی نوزیر مساوی سلامت باشید دیلی نیواش مگذاریدم Ne vardı yanında Bezir'e? Mahalle Navuz Bezangız tutandı. Ki Nozim bez bunu kiyan Salama başı her şey çok rıksatı Mardma maymun akıran böyle bez Her dumana rıksatı Nozim O paçoy naim doları ra kireli jesi ori Her dino guşti girecesen o paça gücü medroya be icazat be rıksat be marifi سپاس تشکر به ناصر جان برادر مهربان ما از ناحیه همدانی تشکر که به هنر جالبش امروز هم میدان ما را یک زینت بخشید سپاسگزارم و شما هم در آینده ظفر و کامیابی آرزومندیم سلامت باشید باری دیگر قدمتان نوری دیگر تاج سر خوش آمدید برادر عزیز سلامت باشید جفتی هوپا نشد پهلوان ناحیه رودکی پرتافتش حلال سیهامی دوستی بیان هر دو شما لطفلا و معین یک چاری پوست تلفن موبیلی سیردین اکرام و هزار رحمت به این سپاس منت پذیری ما رو هم به سیردین اکراموف رسانید